سلام دوستان، چرا خیلی خوش اومدید به این ویدیو دیگر. خودتون خوش اومدید به قسمت اول کلاس گوست شناسی. ما تو این قسمت اول قرار درباره 4 تا گوست اول صحبت کنیم که چجوری تشخیص بدیم را قدرتشون چیه، ضعفشون چیه. همه اینا رو قرار کامل بهتون توضیح بدم و اگر کلیپی درباره‌شون داشته باشم کلیپ میزنم، یا اگر نیست بهتون کامل توضیح میدم که چجوری باش روبرو میشید. و قبل از هر چیزی لایک یادتون نره، ساب بکنید و خوشحال میشم نظرتون تو کامنت ها بگید و حتما زنگوله رو فعال کنید که زودتر از این کلاس ها با خبر بشید. بریم این اینترو ببینیم و برگردیم. خب گوست اول اسپریت. درباره اسپریت یک گوست خیلی آرومیه و اصلا قدرتی نداره، فقط ویکنسه و اونم اینه که همیشه بهتون میچسبه و همین که اسماج بزنی به یه مدت خیلی طولانی دیگه بهتون هانت نمیده. و حالا که هانت و اینا چجوریه و این که میتونیم شما بگیم که این گوست احمقه و یه جایی نمیشه گفت بهش احمقه، گوست فرنلیه و شما حالا باید چجوری تشخیصش بدید. اسماج بگید، دستتون به هانت که شد، اسماج که میزنید تا 3 دقیقه بهش شما دیگه هانت نمیده و تو این 3 دقیقه تون اکتیویتی نشون میده. گوست اسپریت یک گوست خیلی اکتیویه، اینو در نظر داشته باشیم. و توی این سنیتی نایتمر و اینا چیزی که 100% داره اسپریت باکسش 100%، یعنی شما اگه توی این سنیتی اسپریت باکس گرفتید احتمال 90% میتونید بزنید اسپریت، ولی قطعی نیست، حتما تست اسماجش رو باید برید. خب میریم سراغ گوست دوم. گوست دوم ریس یه قدرتی داره که وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. اینی که اولا رو زمین اصلا راه نمیره، این خیلی راحت میتونید تشخیصش بدید از این طریق. و اینکه توی فاصله 3 متری پلیر تلپورت میکنه. What the fuck؟ یعنی که شما توی یه مپ خیلی بزرگ باشید مثل سانی ویدوز کمپ و پریزن و های اسکول و اینا، یا گوتروم اصلا اون ته باشه، شما دم ورودی باشید، تو 3 متری شما تلپورت میده و ممکن شما بگید که این گوست همین جاه، گوشو تغییر نداده. و حالا این یکی از بدیاشه. دوم خیلی راحت میشه تشخیصش داد. چطور؟ برید گوتروم رو پیدا کنید، نمک بدید دم درش و مجبورش کنید از گوتروم هانت بده. حالا چجوری مجبورش کنید از گوتروم هانت بده؟ اگه توی حالت اینسانیتی یا نایتمر داشته باشید بازی کنید، شما اینسانیتی که نه، توی نایتمر شما میتونید از تارت کارت استفاده کنید یا آیتم‌های تلسمی. شانس بیارید که بهتون تارت کارت بیفته و تارت کارت که میکشید هرمیت که بیفته گوست هر کجای مپ که باشه برمیگرده توی گوست روم و اونجا قفل میشه. یعنی اگر ریس هم باشه نمیتونه از ابیلیتی تلپورتش استفاده کنه و بیاد تو فاصله 3 متر شما. یعنی که مثلا توی اینسانیتی نزدیک گوتروم باشید، اونطوری مجبور توی گوترومش از گوترومش هانت بده به شما. خب این از ریس. حالا من کلیپ متاسفانه نتونستم ازش تهیه کنم، خیلی سخت میفته توی حالت پروفشنال نایتمر اینسانیتی. بهتون افتاد حتما تست نمک ازش بگیرید، اصلا رو نمک راه نمیره. حتما من نمک های تیر 2 یا تیر 3 استفاده کنید. چرا؟ چون پهناش خیلی بیشتره و فاصله زیادی میتونید باش کاور بدید. خب اینم از گوستمون ریس، یه آدم لاشیه. بریم سراغ گوست بعدی، فانتوم. فانتوم وقتی که نگاش میکنید کلا غیب میشه، یا اینکه مثلا توی هانت نگاش میکنید یه لحظه میبینیدش، دوباره 5 دقیقه بعد میبینیدش، یعنی کلا غیب بشه دیگه نمیبینیدش و احتمال مرگتون خیلی بالاه توی هانت.
و هم که نگاشم بکنید وحشتناک سنتیتون میدوزه. شما اگه توی پروفشنال بازی کنید یه گوست ایونت بده شما مستقیم چش تو چش بشید باهاش و برید سنتیتون نگاه کنید ممکن از 100 به 60 یا 50 بیاد پایین. و حالا ضعفش چیه؟ ازش عکس بگیرید غیب میشه. حالا مثلا توی ایونت ها و اینا ممکن ایونت داده باشه، شو داده باشه، یه گوشه وایستاده، شما ازش عکس رو میگیرید ناپدید میشه ولی همچنان صدای ایونت رو میشنوید. این خیلی خطرناکه براتون. چرا؟ چون ممکنه در همون لحظه هانت بده بعد ایونت و یا اینکه سنتیتون رو بزنه بریزه. همین که عکس گرفتید دیدید نیست بزنید بیرون و یا نه میمیرید. و توی هانتش حالا به چه صورت میشه فهمید؟ آقا اگه به ویلوسیت هاوس و اگه گوست دم در ورودی نباشه شما میتونید برید همون جلوی در ورودی اون دوتا در رو ببندید جلوتون رو باز نکنید. عقب‌تر وایسید گوست شما رو نمیبینه. حالا نمیدونم باگ چجوریه گوست شما رو نمیتونه ببینه ولی چون در شیشه‌ایه شما گوست رو راحت میبینید و یه لحظه میبینید که میاد غیب میشه و یه تایم خیلی طولانی نمیبینیش دوباره ظاهر میشه. این از این خیلی راحت میتونید فانتوم رو تشخیص بدید. و یه چیز دیگه که هیچ جا دربارش اونطوری توضیح ندادن تا مثلا یوتیوبرهای خارجی دربارش گفته باشن، من الان خودم داشتم کلیپ میدیدم کسی دربارش اونطوری نگفته بود. فانتوم ازش عکس بگیرید توی هان شاید اصلا نشون نده گسته ولی عکستون اصلا گلیچ نداره، صافه و اگه گستتون فانتوم نباشه عکس رو بگیرید کلا گلیچ خالصه به غیر از اینکه نمی‌نویسه گسته گلیچ هم داره. با اینم آقا از فانتوم بریم سراغ داشون پولتر. این پولتر گایز یا پولترجیست معمولا میگم پولترجیست. آقا این قدرتش خیلی باحاله. من یعنی اصلا پولتر خیلی خوشم میاد. اگر فهمیدید پولتر کل گسترومشو با آیتم پر کنید و کل آیتم ها رو با هم دیگه پرت میکنه، نه یکی دو تا سه تا، همه رو با هم پرت میکنه و من کلیپشو دارم حتما براتون میذارم. یه صحنه خیلی باحال بود. ما اینو توی چالنج بود نمیدونم حالا حالت عادی رفت بودیم سنتی بود ما اونجا گرفتیمش. و خیلی باحال بود. آیتم ها رو پرت کرد و در جا سنیتی 2 نفرمون صفر شد هانت داد. یعنی دیگه گست خیلی باحالیه و راه های تشخیص توی این سنیتی و نایتمر و کاستوم های نو ایویدنس و اینا به راحت یه جایی رو پر آیتم کنید بعد بذارید هانت بشه. اگر میتونید لوپش کنید ببرید لوپش کنید در سمت اونجایی که آیتم ها رو چیدید و ببینید آیتم ها رو چجوری پرت کنید. آقا اگر نمیتونید لوپ کنید یه جای آیتم رو بریزید که 100% مطمئنید از اونجا رد میشه و بعد از اینکه هانت تموم شد برید چک کنید ببینید آیتم ها کلا پخش و پلا شدن تو خونه یا نه. و حالا شاید بپرسید حالا لوپ شه حرفش افتاد. با لوپ شما میتونید گوست رو دور یه ماشین حالا دور اوپن یه جایی بچرخونید و این هم بگم گوست بی لوپ سرعتش بیشتر میشه. این مواقع ما بهش میگیم گوست لوپ شد. حالا برای اینکه اصلا جلوی سرعتش و اینا رو بگیریم و لوپش کنیم چیه؟ راه حل داره. اینم اینه که اسماج دستتون باشه 100% چون لوپ خیلی خطرناکه و مثلا میبرید دور ماشین یا دور اوپن رو اینا میچرخونیدش داخل آشپزخونه و اینا بشینید گوست یه جای شما رو گم میکنه و این باعث میشه لوپ نشه. و اینم بگم خطرناکه اگه فانتوم باشه شما نمیبینید از کجا میاد و اینکه اسموجی تیرسه مشکل داره. این لامصب خیلی مشکل داره میشینی گیر میکنه کجا کله میرید. حالا نمیدونم باز خودش اینطوری خواسته یا نه و این مشکلش هست.
حالا اینم بود از پولترجیست. خیلی پستای عوضی هستن. آقا لایک و استاپ فراموش نشه، زنگوله رو هم فعال کنید. از کلاس‌های بعدی جا نمونید. این کلاس‌ها کامل پستا رو همه رو، هر چیزی که باشه رو من بهتون کامل توضیحشو میدم. کلیپ داشته باشم کلیپشم میذارم و اگر نداشته باشم بعدا اینها رو آپدیت میکنم، روز به روز آپدیتشون میکنم. مثلا الان من کلیپ ندارم، فقط میتونم بهتون بگم که اگر که هانت اسناجش کنید تا 3 دقیقه دیگه بهتون هانت نمیده. ریس رو نمک ها فان نمیذاره، اصلا رد نمیشه. و اینه که حالا من بعدا برای اینا کلیپ هم در میارم بهتون کامل نشون میدم. خدا نگهدارتون.